Well, JCPOA is an international agreement, is a multilateral agreement. برجام یک توافق بین المللی است، توافقی چند جانبه که در شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شده. ایران به انجام وظایف خود بر اساس برجام متعهد باقی مانده. متاسفانه ایالات متحده حتی در دولت فعلی بخش مربوط به خود را به صورت کامل اجرا نکرده است. اما ما معتقدیم که برجام توافقی منطقی است و به نفع همه. این ترجیح ماست. اما این بدان معنا نیست که ما گزینه‌های دیگری نداریم. ایران می‌خواهد به برجام متعهد باقی بماند در صورتی که همه طرف‌های دیگر هم همین کار را بکنند. ما معتقدیم که نفع همه در تعامل مثبت است. فکر می‌کنم وقتی که گرد و خاک بخوابد و افراد در جریان واقعیات منطقه و جهان قرار بگیرند، همگان خواهند پذیرفت که این یک تعهد چند جانبه است که توسط آمریکا و اتحادیه اروپا و بقیه پذیرفته شده. افراد و کشورهای زیادی در این موضوع دخیل بودند. من معتقدم که پایبندی به برجام به سود همه است. اما اگر تردیدهایی درباره اجرای آن وجود داشته باشد، سپس ایران هم گزینه‌های خود را خواهد داشت. If there are doubts about the implementation, then Iran will have its own options as well.